زمان همه ملت اصلاحات میخواست، الان از اصلاحات بریده، الان مردم به اصلاحات راضی نمیشه، الان مردم بالاخره تغییرات میخوان، کارهای ژرف میخوان. و این چرا که مردم وضعیت همین مردم بعضی میگن که مردم چی میخوان؟ مردم میخوان اقتصاد قوی ریشه‌دار و پایدار میخوان، مردم مدیریت میخوان، مردم مدیران ناکارآمد و ضعیف را به نفع مملکت، به نفع حاکمیت، به نفع سیستم نمیدن، به نفع خودشون نمیدن. مدیران توانمند، لایق و شایسته، بدون در نظر گرفتن آقا که چه دارای تفکراتی دارد، دارای چه قومیتی هستند، دارای چه مذهبی هستند، دارای چه گرایشی هستند، از توانمندی استفاده بشه از شایستگان. و مردم چه میخوان؟ عدالت میخوان، تبعیض مردم قبول ندارد و مردم اداره میخوان. مردم ملت بهترین ملت از بهترین ملت. واقعا من گاهی به همین مردم نجابت مردمی را، نجابت این قوم ها و این زبان های مختلف که در کشوری، رنگ ها و مختلف که در کشوری، چه مردم نجیب ایران داره و این مردم هیچ سرمایه بعد از ایمان بالاتر از این از کنم که ملت از این مردم نیست. اینا بهترین سرمایه، بالاترین دارایی هر کشور ملت اوست بعد از الله تعالی که خالق و مالک من و اوامر و دستورات الله تعالی بالاخره بالاترین سرمایه. ما میگیم به همه احترام بشه و برای این ملت هیچ ملیتی را تفاوت قائل نباشید. تعلیم دین هم همین، دین یک کلمه پس بیش از این نیست، دین یک کلمه بیشتر از انسانیت هم نیست. دین میگه انسانیت، دین میگه اخلاق، دین میفرماید تحمل. و الله تعالی توفیق عنایت کنه. مردم من عرض کردم اقتصاد میخوان، مردم سیاست میخوان، سیاست درست داخلی و خارجی. مردم انتقاد دارن به سیاست داخلی، به سیاست خارجی و شما با مردم حرف مردم گوش کنید و با مردم بشینید، با مخالفانتون بشینید، به همونی که بالاخره حرف میزنه گوش کنید، به کسی دیگه که تنده با او هم بشینید و با او هم گفتگو کنید، با او هم صحبت بکنید.